حالتون چطوره؟ سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من علیرضا 366 هستم و خوش اومدین به یه ویدیوی آموزشی جدید از چنل ما. اومدم با آموزش نصب پوجان لاچر برای اندروید، یعنی همون ماینکرافت جاوا برای داخل اندروید یا همون گوشی. خب بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو فالو کنید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اول وارد بازار میشید. وارد بازار که شدین، این بالا در جستجو در بازی رو میزنید و سرچ میکنید پوجا لانچر. خب وقتی که سرچ کردین این گزینه که زده پوجا لانچر رو نصب میکنید. حالا من نصبش رو دارم، اینو نصبش میکنید. نصبش هم 132 مگابایت. همینه دیگه، زیادم نیستش. خب بعد از اینکه دانلود کردین واردش میشید. وقتی که واردش شدین این بالا این گزینه رو میزنید و اینجا اضافه کردن حساب کاربری. اگر اکانت پرمیوم دارید مایکروسافت اکانت، یا اگر میخواین یه اکانت که فقط میتونید داخل یک سرور هایی که میشه برید، این گزینه رو میزنید. نام کاربری من میزنم علیرضا زدم علیرضا، و حتما یک اسمی هم باشه که کسی نداشته باشدش اگه میخواین وارد سرور بازی کنید. از این گزینه رو میزنید. حالا این انتخاب نسخه رو میزنید انتخاب. حالا هر ریلیز شده باش، هر چیزی که خواستین رو میتونید دانلود کنید، هر نسخه ای. مثلا من یک 8.9 میخوام ولی دارمش یک 8.9 دارم. و دانلود میکنید و شروع بازی میزنید. 129 مگابایت حجمشه. دانلودش میکنید، شروع بازی میزنید، وارد بازی میشید. مرسی که تا اینجای ویدیو ما همراه بودین. فقط یادتون که حتما این ویدیو رو لایک کنید و برامون یه کامنت بذارید تا ازتون انرژی بگیریم. خیلی ممنون. بای.